ان الله لا یؤید هذا الدین برجل فاجر. گاهی وقتا الله دینش رو با فاسق و فاجر هم جلو میبره. مغرور نشیم که الله از ما کار میگیره. کار بکنیم، استغفار کنیم، کار کنیم، بترسیم و کار کنیم، کار بکنیم و شکسته ها رو پیش الله بیاریم. شکستگی رو الله دوست داره. من در نزد دل شکسته ها هستم. عبدیت رو، شکستگی رو الله دوست داره. غرور رو الله دوست نداره. تکبر رو الله دوست نداره. محبت الله تعالی با تکبر جمع نمیشه. ان الله لا يحب المستكبرین. کسی که تکبر میکنه هرگز نمیتونه دوست الله بشه. کسی که تکبر میکنه هرگز نمیتونه وارد جنت بشه. الله حفاظت کنه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. ها عبدیت که بکنیم الله با رحمتش قبول میکنه. شکستگی رو به درگاه الله بیاریم الله شکستگی رو قبول میکنه. او رحمت واسعی داره. او رحمت واسعی داره. اگر بندشو با اینا ببینه، با این خوف، با این خشیت، با این استغفار، با این عبدیت، در این حال داره در میدان طاعت و عبادت تلاش میکنه، الله دست میگیره، الله بلند میکنه، الله میده.